این نقطه مرکز هنرهای مردمی و کسب آموزی در ناحیه شاه منصور در عموم امروزها 10 نفر کارگر را با کار تامین کردند. یعنی هر آن نفرانی که در اینجا آمده کسب آموزی میکنند حتما که با کار تامین خواهند شد و در اینجا اساساً پای افزار برآورده می شود. یعنی اینجا کسب آموزان پای افزار دوزی را می آموزند. در این برابر باز جوزدان، همیان و عموما هر آن چیزی که جهاز آرایشی که با چرم آماده می شود آماده می کنند. درود دوستان، برنامه می آموزیم است. منظور شما حالا باشد ما با خانزاده نمازعلی هم صحبت می شویم تا اینکه طرز کاربری را در اینجا به ما آموزانند. سلام و درود، خسته نباشید. سلام علیکم. آن نفرانی که به اینجا آماده همچون کسب آموز شامل می گردند در مدت چقدر وقت پای افزار سازی را می آموزند؟ نفرانی که به اینجا میآیند برای کسب آموزی در مدت 3 ماه تحصیل میکنند. نزدیکی همین کسب را میآموزند، قاعده‌های بخطری هم نظریوی میآموزند، بعد عملی کار میکنیم. ما نیز با همین مقصد آمدیم، یعنی میخواهیم که از رفتی کاری پای افزارسازی آگاه باشیم، یکم اشتراک کنیم در طرز کاربری آن. از چی شروع میکنیم؟ اولکای وقتی که آموختیم از تکنیک بخطری آگاه کردیم، کار از چی شروع میکنیم؟ اول دیزاین رو انتخاب میکنیم، بعدا چرم رو پاره میکنیم. پس میرویم شروع میکنیم کار. در اینجا مدل های تیار هستند. از روی اینها ما میتونیم کار رو سر کنیم. رقم گذاری کرده شدند. هر یک مدل رقمی خودش داره. بهترین. و اینجا دوستان عزیز این چنین نمودی چرم ها رو نیز میبینیم. مثلا و شما درخواست میشوند یا اینکه موافق همون طلب زمانه گویم شما آماده؟ ما هم با درخواست میزاجان تیار میکنیم، هم با برای در عموم تیار میکنیم. بهترین. خیلی نمودهایش گوناگون می باشد و خیلی خوب است وقتی که ما میبینیم در بازارها همین گونه محصولات وطنیمان به فروش گذاشته می شود. خب دیزاین رو انتخاب میکنیم. این مدل رو ما انتخاب کرده پاره میکنیم. پای افزار مردانه رو پای افزار مردانه. اندازه‌اش به ما مهم نیست. عموما به همون اندازه‌ای که طلبات بیشتر است آماده میکنند در اینجا. اینجا هر یک قسمت های پای افزار. فکر نداشتم که یک پای افزار میتواند اینقدر قسمت های زیاد داشته باشد. اینجا چرم را نیز انتخاب میکنیم. چرم بسیار زیبا. ما از قسمت پیش پای افزار سر میکنیم. در برابر پای افزار در اینجا باز دیگر جهاز آرایشی نیز آماده میکنند که از چرم آماده می شود. بله. جوزدان، همیان. در همین روند کاری پای افزار برای آنها را می آموزید؟ اینجا هر یک استاد هر یک کار را می آموزه. اصلا با کاری پای افزار همیان جوزدان دیگر استادها کار میکنند. البته در وقت کار، یعنی در وقت بریدن چرم زیادتی نیز میکند، یعنی یک قسمتی میماند که زیادتر است و گمان میکنم محض ایده دیگر چیزها را ساختن نیست از همینجا پیدا شده است، چون که همیان خودش میده است. میتوانیم از همون متاپاره های باقی مانده دست برای ساعت میسازیم. دست پونه هست. دست پونه خیلی از میده این ساخته میشه. اگر مخفی نباشد این چرم ها رو از چی تیار میکنید؟ چرم را ما میخریم. خریداری میکنیم. میدونید که از چی نمودی محصولات آماده شده است؟ این چرم از گاو تیار میشه. پوستی گاو. باز هست ای گوسفند تیار میشن. این مثلا این استر
قسمتی درون استر استفاده میکنید؟ استر از گوسفند تیار میشود. اینش از گاو. یعنی هر یک خصوصیت خاص خود رو. بله. اون پایافزالی که ما باور میکنیم در بین ابر و استر اینجا میبینید که حتی متا میگذارد تا اینکه شیرشش مستحکم شود باز هم بقوت‌تر شود. پس از اونه که ما همه قسمت ها رو پاره کردیم یعنی قسمت داخلی و قسمت بیرونی رو اکنون چیکار میکنیم؟ اونها رو با یکدیگر پیوست نموده می‌دوزیم. دوستان این حال ما به قسمت شیرش‌کنی و دوزندگی یعنی جابجاگذاری حاضر شدیم و حالا باشد با واسطه شیرش باید قسمت ها رو پیوست کنیم. همه قسمت ها رو پس از آنه که اشاره میکنیم با تجهیزات مخصوص باید که کار رو ادامه دهیم. پس از آنه که همه اشاره ها معین گردید ما به نزد تجهیزات مخصوص می رویم. میگویند که این کاری ما رو آسان میکند زیرا جایهای مخصوصی که ما باید پیوست کنیم آن جایها رو تنوک میکنیم یعنی باریک میشود. خیلی میبینید دوستان عزیز این تجهیزات برای تنوکتر کردن و ما کمک میکنند. پس از آنه که ما سنجیدیم کار رو شروع میکنیم. شروع میکنیم با کلیک کردن. این هم شیرشی مخصوص به شیرش برای چسبوندن قسمت ها. گمان میکنم با شیرش سر و کار گرفتن هم کاری سهل و آسان نیست زیرا ما رو هرچی بیشتر نازکی میباید یعنی نازک کار کنیم تا اینکه خود را شیرش نسازیم دستان خود را آلوده شیرش نسازیم. متارا نیست در علاهیدگی شیرش میمونه. پس از آنه که ما شیرش کردیم در اینجا علاقه دیگر شخص با دوختن مشغول می باشند یعنی به ما محصولات را آماده کرده می دهند. علاقه من به این نمود آمد انا همان قسمت هایی که ما دوختیم در اول. اکنون باشد گمان میکنم علاقه کار را در دیگر جای ادامه میدیم. در دیگر جا کار را ادامه میدیم. میرویم به دیگر کار. عزیزان باید بگویم که در این قسمت این کارگاه نیست کارهای مخصوص کارهای گویم مهم به سامان رسانیده می شود که عین حال این را به ما نمازنی شکل می دهد. چی کار میکنیم در اینجا؟ ما در این قسمت از کارتون‌های مخصوص قسمت تگ پایافزار را تیار میکنیم. یعنی پایان پایافزار قسمتی آماده کرده می شود. این هم از کاردون مخصوص که خیلی سخت است. شیرش مخصوص لازم می شود برای دوام دادن کار. ما همین قسمت پایافزار را شیرش میکنیم. هر دو قسمت را نیز در همینجا می‌کنیم. این قسمت را در پیش می‌مونیم. پیش پایافزار گفتم.
باز شیرش میمونیم برای نقض چسبیدنش محکم میکنیم این قسمت رو و قسمتی پشت پای افضل الکی تیار میگذاریم با قسمتی پیش پای افضل شیرش میمونیم پس از شیرش مالیدن این رو میگذاریم باز شیرش ما با قلاب میگذاریم ما باید راست خشو این رو گذاریم ما با انبارهای مخصوص این رو با قلاب میشنیم الکی اینجا دوستانی عزیز میبینیم که زوری بازو بیشتر لازم میآید و گمان میکنم این قسمت رو بیشتر مردان اجرا میکنن از دو طرف این باز میکشیم هم خیلی سخت باید کشیم باید سخت کشیم که قلاب داشت شیند نقص شیند باید قسمت داخلی چرم در درون جمع نباشد پس از قلاب داشتیندن با کارد زیادتیاشو میبریم قسمتی درونش چرا تنها قسمت‌های داخلیش را میبریم؟ قسمت داخلیش اینا خلال میرسن های قسمت بالاگیش باشد ما با شیرش محکم میکنیم از بالاش در داخل میمونه بله برای کشاده نشدنش کمک بله ما با قسمتی شیرش مالی میگذاریم رسیدیم همه قسمت ها گرد به گرد این پای افزار رو شیرش میمالیم نقض بله دوستان عزیز در اینجا میبینیم شیرش نقش اساسی رو میبازد یعنی شیرش رو بیشتر استفاده میکنند و پس از شیرش گم میکنن میدوزین هم نه پس از شیرش ما بالای دم میخوابونیم این قسمت ها پس از خوابیدن کمی که خوش شد میخوایی زدن اونو میکنیم از نو بعد با قسمتی چسباندنی پایانی پای افزار از این میمونه کمتر خشک شود دوستان عزیز تا خشک شدن شیرش به ما حالا نمازلی یکچند معلومات‌های دقیق پیشنهاد میکند درباره پایانی پای افزاری که در اینجا استفاده میشوند چی نمودهاست؟ چخیلی که شما میبینید در اینجا نمودهای زیادی پایانی پای افزار میباشد که برای هر یک نمودی پای افزار ما مخصوص استفاده میبریم برای پای افزاری که ما تیار کرده ایم ما از این استفاده میبریم از این برای همین پای افزار اینچنین پای افزارهایی که برای ورزشی بیشتر استفاده میشوند اینجا آماده کرده میشوند و گمان میکنم دیگر نمود اینها را استفاده میکنیم بله ما برای بیشتر پای افزارهای ورزشی از اینها داریم برای پای افزارهای ورزشی باز از اینها داریم از این برای پای افزارهای ورزشی استفاده میبریم خیلی خوب و در حقیقت هم برای ورزش خیلی خوب می باشد چون که خیلی سبک است و چرمش نیز خیلی یازنده می باشد یعنی نمیشکند یعنی ریز نشد یعنی ریزینش هم یازنده می باشد یعنی نمیشکند باز ما در اینجا پایان پای افزارهای داریم که از چرم آماده شدگی‌اند چرمین می باشد بله خیلی خوب و تنگه‌ای مخصوص نیست دارد بله اینها گمان میکنم بسیارتر برای استفاده شدن یعنی خوش صفت‌تر بودنش استفاده میکنه
باز برای اینها قلاب‌های مخصوصی هست که ما از اونها تیار میکنیم. یعنی قلابش نیست علاقه دیگر میباشد خیلی خوب. از اینها تیارش هم هست. یعنی اون پایافزارهایی که به نمودی کلاسیکی ما میگوییم تیارش هم. اینها همه اینجاش کویریم. همه جای پایافزار چرم میباشد. خیلی خوب. تشکر. شیرش مولدگی ما خوش شد، ما میخوبونیم بعد روی پایانی پایافزار رو خط میکشیم برای تازه کردن. برای قسمتی پایانی پایافزار ما از شیرش مخصوص استفاده میبریم که برای سخت و مستحکم چسبیدن همین بودیم شد. برای قسمت پایانی پایافزار ما استفاده میبریم. در این کارخانه ما هر سین و سال آمده میتونن کار را یاد گیرن. محمود جان طوری 2 ماه می شود که در اینجا آموخته ایستاده است طرز تیار نمودن پایافزار را. نوبسته از آنه که هنوز شاگرد است، سال است و علاقه میبینیم که کسب را خوب یاد گرفته ایستاده است. ما قسمت پایانی پایافزار را نیز شیرش میمالیم. این تجهیزات برای پخش کردن 2 قسمت به ما لازم میآید و برای سخت و مستحکم شدنش. بله. چقدر وقت باید است؟ باید است چقدر؟ 1 دقیقه هم وقت نمیگیره. خب میبره. پایافزار ما آماده شد. عزیزان دیر خیلی میبینیم ما کاری یک چند ساعته را توانستیم در مدت یک چند وقت برایتان آماده سازیم و نشان دهیم که چگونه در این کارگاه پایافزار آماده می شود. گمان میکنم یک برنامه بسیار هم منفعت بخش بود. تشکر به شما که وقت خود را دریغ نداشتید و به ما این کسب را آموزانیدید. سلامت باشید. برایتان خانه آبادی را تمنا میکنیم دوستان. خیر.